دوبر خوش آمدید. اساسگزاری سلحو و وحدتی ملی-Пешвои ملت президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ховалинг нахуст муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 дар деҳаи Лоҳутии Деҳоти Лоҳутии ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. مؤسسه مذکور در دایره اقدام‌های سازنده و پشتیبانی از سیاست بنیادکارانه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به استقبال جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان موافق به طلبات زمان معاصر بنیاد کرده شده است. اثنای شناسایی راهبری دولت از شرایط این درگاه علم و معرفت اطلاع داده شد که مؤسسه تعلیمی از 13 سینخانه عبارت بوده برای 920 خواننده در 2 بست.
پیش بینی گردیده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با خوانندگان این درگاه علم و معرفت صحبت آزاد و صمیمی انجام داده ابراز داشتند که رهبریت عالی دولت و حکومت مملکت در سالهای استقلالیت دولتی بهر فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیمی برای نسل آینده ساز ملت تدبیرهای مؤثر را عملی نموده در این سمت نتیجه های نظررس به دست آمده است. نسل نورس را ضرور است که از این همه امکانات های فراهم آورده ثمرناک استفاده نموده علم های معاصر را از خود نمایند و برای پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزشمندی خود را گذارند. With all equipment, we thank to the God that is given such as welcome, President. Thank you, dear President. مؤسسه تحسیلات ميوناي عمومی رقم 4 دههی لاهوتی از دو آشیانه عبارت بوده در برابر سیمخانه‌های کامپیوتری، شیمیا، بیولوژیا و فیزیکا همچنین دارای تالار برهوای ورزشی با معاصرترین لوازمات مشق و تمرین و آب و تاب بدن برای خوانندگان، تالار با 200 جای نشست برای برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون مکتبی، محفل‌های فرهنگی و دیگر جماعت‌ها و آشخانه با 60 جای نشست میباشد. محترم جناب عالی، پیشوای معظم ملت، ما نسل نورس پیروان صادق شما سالهای دراز آرزو میکردیم که صاحب چنین یک مکتب زیبا و تالار ورزشی باشیم. خوشبختانه این آرزوی ما محض توسط اقدام‌های نجیب و خردمندانه شما جامعه عمل پوشید. از این لحاظ ما جوانان در جواب با این همه غمخوری‌های پدرانه شما وعده می‌دهیم که دائما با ورزش مشغول شده و با بهای خوب و علا خوانیم و فردا نامبردار بلندگوار این ملت بزرگ آریایی که محض شما آن را از سر نو صاحب دولت و صاحب تاج نموده باشیم. ما جوانان شکرانه از آن می‌نماییم که در چنین دولتی صاحب استقلال زندگی به سر میبریم. من در نمودی ورزشی گوشتنی ملی مشق و فعالیت می‌نمایم. ما آرزوی چنین تالاری ورزشی را داشتیم. حالا باشد با شرافت اساسگزاری سلحو و وحدتی ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان رسیده ایم. من مینداری خود را از صمیم قلب به اساسگزاری سلحو و وحدتی ملی میرسانم. کارهای ساختمانی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ماه سپتامبر سال 2018 آغاز گردیده در رفتی آن بیش از 90 نفر از متخصصان محلی با جای کار و معاش خوب تأمین بودند. ما جوانان با احساس افتخار و شادی و فرح مینداری به واسطه خود و اهل دهه خرد لاهوتی را به شما اساسگزاری صلح و وحدت پیشوای معظم ملت میرسانیم. ما جوانان وعده میدهیم که مکتب را با سری بلند تمام کرده به وطن خود صادقانه خدمت نماییم. با کمک و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بهر نسل نورس امروز در جماعت دهاتی لاهوتی ноҳияи خовالینگ مکتب دو آشیانه زمانوی موریدی استفاده قرار داده شد. محض با تشبث خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امروز نسل نورس این دهه صاحب چنین مکتب زمانوی گردید. جواباً به غمخواری سروری دولتمان ما خوانندگان این مؤسسه وعده می‌دهیم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده در پیشرفت ساحه‌های گوناگون مملکتمان سهم ارزنده خود را گذاریم. مکتب سببی حیات باشد، مکتب سببی نجات باشد تا در دو جهان عزیز باشیم، با دانش و با تمیز باشیم. من مینداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت میرسانم که به ما چنین مکتب زیبای و زمانوی تحفه نموده است. مکتب کهنه دههی لاهوتی هنوز سالهای 70 عصر گذشته بنیاد گردیده برای 240 نفر خواننده پیش بینی گردیده بود، ولی در آن 426 نفر تحصیل می نمودند. مشکلات موجوده را به اینابت گرفته با دستگیری حکومت مملکت و سهم شخصانی وطن دوست در یک دوره کوتاه مؤسسه نو و زمانوی ساخته به استفاده داده شد که مشکلات به پررگی رفع گردید و فرزندان دو دهه دهاتی لاهوتی ноҳияи خовалинг علم‌های معاصر را در سیمخانه‌های برهوای و مجهز با عیانیت‌های تعلیمی از خود می‌کنند. آموزگاران و خوانندگان این مؤسسه نوبنیاد از غمخوری‌های بی‌نظیر سروری مملکت اظهار منتداری نموده ابراز داشتند که با فراهم گردیدن چنین شرایط معاصر در تعلیم و تربیت خوانندگان در روحیه و تندرستی و خویشتن‌شناسی سهمی بیشتر خواهند گذاشت.
من از غمخواری خیرتمندانه سرور دولت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بسیار می‌نداریم. سالهایی بود که ما از نبودن مکتب خوبی زمانوی تنقیسی میکردیم. امروز با شرافت این شخصی ابرمرد بزرگ ما صاحب یک تعلیم خانه خوب زمانوی شدیم. اهل آموزگاران مؤسسه تحسیلات ميوناي رقم 4 دههی لاهوتی ноҳияи خовالینگ از این غمخواری سروری دولت به نهایت منتظریم. آن چی داریم آن غیرت دانش کوچک خود را با آن سفر برمیم که شاگردان نسل آینده نورس را زمان را به وای رسانده آینده بنیادکاری زمان جمعیت نوی امروزه تاجیکستان عزیز ما شوند. بسیار منتظریم. ما آموزگاران جوان در دوره دستگیری پیشوای ملت کوشش به خرج میدیم که نسل نورس را با آموزش علم‌های دقیق تربیت نمود. سیمخانه تکنولوژی اطلاعاتی مکتب تحصیلاتی ميوناي умумии рақами 4 ноҳияи Ховалинг деҳаи Лоҳутии که از جانب سرور دولت گشوده شد دارای 25 عدد کامپیوتر زمانوی بوده خوانندگان امکان پیدا نمودند که فن تکنولوژی اطلاعاتی را از خود کنند. ما خوانندگان مؤسسه تحصیلاتی ميوناي умумии رقمی 4 ноҳияи Ховалинг ҷамоати деҳоти Лоҳутии миннатдории خود را به اساسگزاری сулҳу و وحدت پیشوای ملت президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем که در چنین مدتی کوتاه با ما چنین مکتبی نو و زمانوی ساخته به استفاده دادند و ما جوانان کوشش میکنیم که با دانش خوب و اعلی خوانده نامبردار همین وطن و همین ناحیه باشه. آموزگاران و خوانندگان مکتب افتتاح این مؤسسه نو و زمانوی را تحفه ارزشمند اساسگزاری صلح و وحدت ملی-Пешвои ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امomалӣ رحمان به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان معنی داد کردند. به پشتی تو رحمت میفرستم دعا از نام ملت میفرستم سپر شد جان شیرین تو بر ما تو را هر جا امانت میفرستم به نامت ای برومندی به ناموس کتابی پر ز حکمت میفرستم به تاریخ تمدن آفرینش تو را پاکیزه نن میفرستم نبود آسان به دست آوردن دل و دلداران بشارت میفرستم زنامی ملتی آینده سازم به عالم درس عبرت میفرستم ندارم من طمع از خانه دوران سخن به مزد مهنت میفرستم خدایا هدیه ای تو بگزند است و را پیشوا به وحدت میفرستم. یک جان تشکر صفی چند هستی؟ Peki ya bu dönemler için oldu? Bu işe? Rüyalar için işte. Doktor. Var işi doktor. Var işi doktor. Hı? Doktor Kasbi. Çe? Bas. Kasbi Kubas. Aslan. عبدالحمید نظیر، خول محمدی دولت، بحردین زویر، ноҳияи Ховалинг.